مثل که همه چیز روشن شد. تو هم همین خیل میبینی. عجیب بنماید. این عینک ها ویرون شده باشد؟ نمیدونم. کیلسی ابله چه شد؟ گفته بودی که گنراتور را حل کردم. چه ها میگوی تو؟ من اون رو حل کردم. با قوه برق آمده است. چی؟ بی عقل دیوانه، دویم گنراتور با کار در آمده است ابله. گریز زودتر. گریز ایستا به این طرف. رفتیم. نه بیدی دراز به این طرف. یا خدایا راه گشت میگویم. به این طرف میگویم. بیا من هم همین کاری کردت را. کافیست. چی قدر ورور میکنی؟ خاموش راه گرد. یگام حرکتی ناجا نکنه. رسم را بگیر. دستا با بالا. حرکتی جوش نکنه. روید. با آنها بگو خفا روند. بگو خفا روید. این سو گذر. رسم را بده. بگو رسم را دهند. رسم را بده گفتم. رسم را بده. به من ده. آرام باشه. آرام گفتم. تو چی کار میکنی؟ چی میدونم همه تاریک شد. من نشناختم تو را. لعنتی، از تاریکی استفاده برده مرا کشتن میخوایی؟ چی ها میگوی؟ اونه خاموش باش از برای خدا. دستگیر کنید آنها را. با خفا همه با خفا میپرونم شما را. ای بیشرف، مرا تنها گذاشته گریختی ها؟ در کجا هستی؟ او لعنتی، مرا کشتن میخواستی بعد همین تنها گذاشتی. تو در کجا هستی بیشرف؟ بیشرف، معلوم شد که از اولش مرا کشتن میخواستی. چی علاقه ای دارد؟ با تو کار کردن نمیشه. در حال مرا فروختی. ای بیشرف، رسم رو برای من گذاشته میگریخته میخیل نه؟ حرکتی ناجا نکن. آدمه که میکویدن آنجاست. در بینتان دستگیرش کنید. بگیر مصوره را بگیر. ما ای آرام باشه. آرام گفتم. بپرونم. رسم را پارا میکنم. رسم را بگذار. این کارت رو نکن. بسری مونالیزا میپرونم. بگو به قفا روند وگردم. رسم را پارا میکنم. به قفا سلاحایتان را بزن میگذارید. سلاحایتان را پرتوی تموم. طرفی ما تله دهید. به قفا گرم. به زمین خواب کن. زود باش. زود. راه کرد. گریز.
باش زودتر. زود دستگیر کنید آنها را. زود باشد بچه ها. احتیاط کنید که پرست ضرر نرسد. راه کرد. حیات دارم دیگر با تو یک جا کار نمیکنم. مرا فروختی. بسیار گرم نزن مکی را بکار درار. زودتر باش. یا خدای مهربانی من. گد را زیر کن. زود باش گد را زیر کن. میلیس جان، این چی زیبایی است، این چی آرایش است، این چی لطافت است. ای وای وای وای، در این نصف شب این خیلی زیبایی رو از کجا میاری؟ عقلم نمیگیرد. چقدر من کور بودم. من تو رو پیشتر چخیل نشناختم. چقدر کور بودم. سمی جان بسیار میندار هستم. یعنی لطف و مهربانیت پایان ندارد. بسیار مهربان هستی. تو نیز بسیار خاکسار و نازک هستی. چی رو زیبا دیده باشد؟ زهرا جان، با فکری تو هم میلی زیبا نیست؟ حتی بسیار زیبا نیست مگر؟ اما چونین است. اطرافش اینقدر مرد زیاد است ولی آنها رو نگاه نمی کند. مثالش من تا حال دقتش رو جلب نکرده. سمی جان، تو خوب هستی جانم؟ بله، چی است؟ کیم چه خیلی عجایب می نمویه. به سرت شلا خوردی مگر؟ این زیبایی رو نگاه کن آخر. این خیلی زیبایی عجیب نمی نماید مگر؟ تشکر بسیار سمی جان. تو هم بسیار زیبا هستی. دخترانی زیبای زیادی هستن که عاشق شیدای تو هم. نه یعنی مثل تو پاک و تازه زیبا نیست. تو یک تا هستی جانی من. سمی جان تشکر زیاد. بسیار مهربان هستی. گفته بودی که یگان مرد را از تو خوش نمی آید. مثل سمی جوانی خوش رفتار زیبا از پسم دیوانوار می دوند. مثل احمد برین. سمی تو چی کار میکنی؟ این ابله همه گفته هایت رو باور کرد. نمیفهمی مگر؟ خوب است ولی گفته هایم همش درست بود. سفسته نگو سمی. تو با او چی کار داری؟ با خدا چی دروغ گویم زهرا؟ وقتای آخر از میلیس بسیار خوشم می آید. خوشت می آید؟ بله، راستی مفتونش شدم. عشق هستیم. عشق کی می آید بدرت میکوبد وقتش معین نیست. عشق گفتی؟ بله عشق. کی تو عاشق شدی سمی جون؟ با خدا انیقش را نمیدانم که کی عاشق شدم اما مفتونش شدم من. عاشق شده است. دیگر کس نیافتی که عاشق شدی سمی؟ زهرا جان چی شد؟ چرا عصبی میشوی؟ خوب میشود. بگذار از من خوشش آید. تو باشی با زیادلو راحت میمونی. همه خوشبخت میشویم. من به تو نشان میدیم. چی شد؟ درسای تو چی خیل است؟ سراغایی که تیر پرانه شده است آن را گرفتیم. همه با اونجا میرویم. حرکت پریده. زود باشید. زود آماده شد به خانه زیا میرویم. تو چی ها میگویی؟ زیا در گردی کی پروانه می شده است، کی را دوست می داشت است، با گوشای خودت شنیده گم شده از حیات ما می روی. البته مرا دوست می دارد. لازم نیست که این را از او پرسیم. چی شد؟ ترسیدی از شنیدن حقیقت ها؟ تمام می رویم.
از خودت خفه شو. خوب این خیل باشد در خانه زیاوا میخوریم جانم. تو بازدید جانم. با مونالیزا چیزی نشد؟ حاضر یک بار بینم. وای خدا لعنت کند، خدا لعنت کند آنها را. ای پسرم مونالیزا را پروندن. چه ها میگویی؟ چه خیل پروندن؟ ای به عقلی زن خونش رفته ایستاده است. خونه این زن چندون گروه باشد؟ چی ها میگویی؟ تو دیوانه شده؟ چه خیل گروهی خون؟ ای پسرم مونالیزا خون روی دارد، در حال باید به بیمارخانه بریم. گوش کن اونم، در زبان ملایم اصل حاضر وقت شوخی کردن است. مرغابی باور کردی ها؟ در کردی. نه شوخی رو یک سو گذار، وقت نداریم. آدم ها از پسمان هستند. باور کردی، باور کردی. زیا مرا دوست می دارد. مرا مرا دوست می دارد. مرا از همه زیبا منم. انا همین است. مگر از تو دیدم من زیباتر هستم. این را قبول کن. از همه زیبا منم. انا همین است. اوفنی این زیباگی مرا نشان داده نمیتواند. اوف این نمیشود. این نشان نمیشود. ای چوجه مرغابی چه خیل شد که اینقدر زیبا شد. این بیشرم چه خیل شد که اینقدر زیبا می نماید. پاپوشهایش زیباتر بوده است. گوشوارش خیلی زیبا بوده است. بخند تو بخند. حالا من به تو نشان میدهم. دستگیر شویم خندیدنت را میبینی. پرنده ایستاده. خدا لعنت کند. اول من میروم. ایست. ایست گفتم. ایست من میروم. درو کشو میگویم. درو کشو نمیفهمی. دیوانه.
ندیدم تو رو معذرت میخوام. یاری دادن میخواستم اما به یک واخوری دیر میکنم. تا بازی. این چی خیلی خوب بوده. کنعان دیوانه عصبی من را بسیار خراب کرده است. تا آنه که من در این دنیا هستم اگر بانو را به تو بیتیم بیشرف باشم. انشاءالله یک دو روزی نزدیک میکشمش. این دختر رو بین. سمی او را کمی مهربانی کرد از خود بی خود شد. چی بوده است؟ احمد در اطرافش مثل پروانه بوده است. من به تو نشان میدهم پروانه رو. این احمد نبوده است، زیو بوده است. بی عقل. تو چی زنگ رو زیر میکنی؟ کلید نداری؟ تو کلاس هستی که؟ ای کسد یکان سیمای چوبای برو رخی در رکشا چی زنگ رو زیر میکنی؟ ای ترم نیکی بیزار کردی مرا. ای چی گپ؟ زهرا؟ چی گپ است؟ تو دیگر کار نداری؟ چی قدر زنگی در رو زیر میکنی؟ چی خیلی زهرا ها؟ من ینگه تسم ینگه بگو مرو. یک سو ایستال. بخیر است؟ نزدیکی آمدی ینگه؟ من نزدیک تو آمدم شفقت جان. خدا از تو راضی باشه ینگه. بگذار بشی که دست خالی آمده که ینگه. بی عقل. البته که نزدیکی آمدم. نزدیک کلاس آمده ای؟ نمیبینی او در اینجا نیست. بر اومد بر رفت نمیبیه. به کجا رفت که بر نمیگردد عجبا؟ به خدا نمیدونم کجا رفتن شونه. همراه یکای اونال بر اومدن بر رفتن. همراهی اونال؟ همراهی از نه؟ نه اونال یزنه تو نه. یک اونال دیگه برادرمون است. همراهی امو یزنه تو نه. آخر سگ با خرکه یک جای شده بودن که حاضر جوره شوند. آنها دشمن بودن که خوب زود خانه رو خالی کن. چی میگوینگه؟ بیرون برو. برای چی بیرون برایم؟ با پوشی هایت رو پوش شفقت جان. پوش جانم. ینگه پرسیدن جای هم نیست. برای چی پای افضال پوشون؟ برای اون که به بیرون میروی. همین برف نما بیرون برویم؟ زود به بیرون برو. از برای خدا ینگه چی کار کردیستی؟ ینگه قلم کلکم با تکی یک میکنم. خدا هیدرست این ینگه نه یازده شد که روی تو بری ینگه سیا ای حوزی خیله پگه کلتکیله سای تریزه بیرون میپرسوید. وقتی که من اینجا باشم احمد تو رو چیکار میکند؟ عجینه سری خاکستر رو تو خواهی دید زهرای عجینه. اوه ملیز جان خیلی سازی نغزی سازی خوش اومدی. احمد در خونه است؟ به خدا احمد نه زهرا نمیشوه در درنی خونه. چی گپ شده ایستاده باشه؟ کجا رفت؟ انا کلتکیلس حالت از این بعد منو بانو رو کمک نکردی انا این دو دختر زده پچک میکنند. خوبت میشوه. میگویند که در نزدیک استخوان تیرپرانی شده است. اگر نزدیک باشد با اونجا روید. تمام با مکان حادثه رفته شده ایم. شادیچه گذب جا بکسیاری حقیقی منم. بیش میپرنده میپرم. شادیچه تو کی رو زده؟ با فکر مودام رو زده. در ساعت 3 شب چی خیلی مشقه یا؟ این همون دامولای دیوانه است که ای که بازی بکسور شده است. یا خدایا
سختی بدش زدی شدی چه ایرا بینا یک جاش نمیجنبه فیضلو ملومر مخکل تیز زنگ زن بگیره این دیوانه را در گازل بور کنه با پلیکنه که چورده را ببری اول گازش گاز بزنه که یک های گازلو بیگازه بعدی دیوانه را بور کنه رفتم از پس عملا شدن در کرد یک گازل بیان شد ما در زنگ بزن زود با بالون‌های ماشین پرونه. بی‌شرف ها حالا هم پراندن رو دوام داده ایستادن. چه خیلی ماشین میرونی تو؟ آخر از آنها خلاص شم. نه جانم در نولی بینیم آمده است. عصبی هم نکن که زده میکشم تو را. گاز رو زیر کن. اماکی خیزت خوب استید؟ خوب استید؟ پلیسی حقیقی منم. خیلی پلیس اماکی؟ منم پلیسی حقیقی. پلیسی حقیقی منم. منم پلیسی حقیقی. پلیسی حقیقی منم. پلیسی حقیقی میآید. نجومید از جایتان جنایتکارها. پرونه دستگیر کنه. خدا لعنت کنه چرخی ماشین را پراندن بی‌شرف ها. چی خیلی چرخ را کفانیدن؟ آچشان ها برد این لعنتی ها پرانده ایستادن تیرزه را شکستن. چی کار کنم؟ پرانده ایستادن من چی کار کنم؟ با مونالیزا چیزی نشد؟ مونالیزا را پراندن میگویم. این شوخی کردت را دوباره نکن. حیوانی به حق پاره های شیشه مونالیزا را خراشید. لعنتی ها راگت میرویم. رفتیم اونا پایان شب پار رو بگیر. با قفا نگاه نکرده گریز. داد میپرونم. به مرا رسیدی ملیس جان. بازی عاشقانه که کردی کمتر پس به آخر میرسه. همین خیل جانم تو بهترش برای خودت غمگین شو. مثل من دختری زیبا ایستادگی عجب و احمد تو رو انتخاب میکند. تو بدروی بیزیب شده زهرا. تو مرا بیزیب گفتی؟ همین خیل گفتم. یگون گپ داری؟ دستت رو گیر. من از تو زیباترم. نه در اصل من از تو زیباترم. قبول کن. من از تو زیباترم و زیا مرا دوست می‌دارد. تو عجینه مثل مرغابی هستی. چی؟ حاضر به تو نشان میدیم چه مرغابی. بزیب کی است؟ حاضر من تو را. چی کار میکنی بزیب؟ چی کار میکنی؟ حاضر من تو را. اینجا بیا. من حاضر موی سرت رو یک تکان در دستت میدیم. عجینه تو باز مرا زدنی. عجینه من حاضر به تو نشان میدیم. کرده مرا گوشم. عجینه تی خوفی. زیاد مرا دوست میدارد. احمد از من است. حالا میبینی که او مرا انتخاب میکند. فهمیدی عجینه؟ تو از اینجا برآمده رفت. در اصل تو از حیاتی ما برآمده دفع شو. رو از اینجا. خودت بزیبی فهمیدی؟
لعنتی نزدیک شده ایستادن. در اینجا روست مانده. مدیخت باشید بچه ها، برست نگم ضرر نرسد. فهمیده؟ راه همان به آخر رسید. کجا شدی تو؟ من اینجا هستم. در اونجا چی کار میکنی؟ ما رو پرداخته نروی؟ نه نمیپرتایم، شد نترس. اول رسم رو به من دی، بعد دستم رو دراز کرده تو رو میگیرم. چه خیلی باور کنم؟ یا خدایا اونال، خواهی باور کن خواهی باور نکن، زود باش دراز کن رسم را. مرا در اینجا نمیگذارم خیلی؟ برای تو وقت ندارم. به دست پلیسان نفتی، باز اگر به امنیت افتی به محبس میروی. دیگر بارا تو را نجات نمیدیم. دستگیرت نکنن، خودت چارت را یاب کنه. زود باش. بیشرف، من میدونستم که چنین میکنی. میدونستم لعنتی، میدونستم. صدایش از همون طرف اومد. با پلیس که خبر داد. زود باشه، رسم رو باید زود پیدا کنیم. اوی کلتکی هستی ابلا، من در این کجی موندم. اگر اون بیشرف توانسته باشد من هم میتوانم. حیوان میشته نکنه تسلیم شوه. مگر من از این لبنتی به حق خلاصی نداشته باشم؟ آی لعنتی بیشرف! چرا جستجو داری؟ اگر چیزی را لازم داشته باشی به من بگو، کافی است. این خانه را من خوبتر میدونم. با احمد در همه جایش خاطره داریم. در بالکن، در آشخانه، حتی در اتاق خواب. چیزی لازم شد از من پرس. چی ها میگوی تو؟ یک بار در بالکن خوابم برده است، نفهمیدم. او مرا برداشته به اتاق خودش برد. این دروغ است. مرا در اینجا گذاشته برایم سرودی الله را خوند. علت میگم میلیس جان، علت میگم شینک من، علت میگم که خوابت برد، لیکن میبینم تو خواب نداری. اما خوابم نبرده بود. بعدا خسته. نه، خوب ترش گپ نزنم. بعد چی شد؟ آن طرفش مخفی است. یعنی بین خودمان است. دیگر هیچ کس باید نداند این رو. توی کنی خیز به درون داره، من تو را در درون خواب میکنم. کنی بیا.
تا حال عقلت به جایش نآمده است به فکرم. عقلم در جایش است جانم. تو را میکشم. تو در خانه خودم مرا چه خیل میکشی؟ اینجا خانه تو است مگر بی عقل. حالا که احمد نآمده از این خانه رفته دفع شم. زیاد گفتن میخواستی به فکرم. احمد بی عقل. حالا میبینی. هنر باز به محبس میرویم. بسیار زیغ شدم برای تو. به این هم به تو خوبی نکردم. معذرت میخوام. таслим шавед. роҳи гурез надоред. расмро ба мо диҳед. Yusuf! Najobet! Dastama balo! Бар ин девалда рост истед! Шумо ки ҳастед, а? шумо хато карда истодед, комиссар. мо муҳофизони осорхона ҳастем. дар осорхона дуздӣ шуд. мо бошем аз қафои дӯстҳо ҳастем. پایان کنه سلایتان رو پایان کنه ده مگر خیلی کار میشد برادرم من خیلی کار میشود با پلیس زنگ میزد داخل با پلیس صدقه تو شب می کاری پلیس است آخر کاری شما نیست مونالیزا رو دزدیدم چی مونالیزا رو دزدیدم فرصت زنگ زدن نشد در چشم مونالیزا همون رسمی که گریه میکند خنده میکند هیچ معلوم نیست آها بله مونالیزا در اینجا چیکار میکند یک دقیقه یا که شما ما رو مسخره کرده استولید فرصت ما رو فروخت به شرف بایسته خزنده لعنتی تو را میکشم چرا در اولین فرصت من رو پرتافته رفتی چی کار کنم تو هم در اولین فرصت از پی کشتنی من از جهتون جنبید پلیس حقیقی می آید از پلیس حقیقی هیچ کس خلاصی ندارد از پشت جنایتکارها هستم همش را دستگیر میکنم تسلیم شوید دارد آنها رو زود دستگیر کنید برای در امنیت همین خیلی پرسپان شاکنه که ایگیش نگیره بمرن زود برید آنها رو شما با این طرف همه جا رو نظارت کنید یگان چی پیدا کرده زود به نظر من گرفته بیارید زود باشید شادی چه اکوی جبیو این همان امام دیوانه نیست خود خودش دامولایی ساخته و از قانون میگریختگی سابق کمیسره دستگیر کردم از چایتان نجنبید شد ایستد از دستم خلاصی ندارد یا خدایا کدام به عقل نسخه مونالیزا را دزدیدن میخواسته باشد من پلیس حقیقیم از چایتان نجنبید نگویم دستگیر کردم دستگیر کردید؟ تو کی هستی؟ من پلیسی حقیقیم یافتم آنها را دستگیر کردم کمیسری دیوانه و ملایی ساخته بود که آنها را دستگیر کردم پلیس حقیقی کی باشده؟ جنابی پلیس حقیقی یک چیز رو گفتن میخواهم میدونی این آدم کلتکیل است دزدی کلان است دستگیرش کنید حتی بینید از آثارخانه این رسم رو دزدیده است از پسش آمدم من این رو دستگیر کنید نه ببخشید یعنی جناب پلیس حقیقی شما مرا نه این رو دستگیر کنید فهمیدید من با این رابطه ای ندارم یک شهروندم موافق ماده 650 کارگری دولتی هستم دزدی اساسی این است از محبس گریخته آمده رسمی مونالیزا رو دزدیده آن رو بینید اینو دستگیر کنید دیوانه رو بین رسم رو تو دزدیدی چرا به من میدی گیرید را جناب پلیس حقیقی دستگیرش کنید گیرید نه خاموش شوید با خودتان گپ نزنید این چه گپ است کمر با آب باشد تمام پلیسی حقیقی شما را دستگیر کرد دستانت را بالا کنید تو دستت را بسری او بذار و دستش را بسری تو بذارد همین خیر میلش هر کس دستانش را در چیزی خدای زند دستری خودش ماند با کی میگم اینقدر بلاها رو پسی سر کرده از دست این دیوانه میموریم چی؟ نه فورس آمده از دست این حریف میموریم از راستی اینقدر مشکلی را پسی سر کردیم افتین را ببین حقت را حلال کن و نه تو اینجا بوده از کارمان در رفت
چی خیلی حلال میکردم. در اولین فرصت مرا پرتافته رفتی. تو هم در اولین فرصت خواستی منو کشی. خدایا من هم تو را نمیبخشم. کیستین؟ دختر خالم. همه؟ این را تماما نشناختم. چه علاقه دارد این مونالیزا است یا خدایا؟ یگون جا ندیدید مگر در همه جا این را میفروشند؟ ندیدم. خیر چی؟ هیچ چیز. بسیار نلقید. دستگیر شدید. حاضر شما را مردت تسلیم میکنم. دیوانه شده است. تا 3 حساب میکنم میگریزیم. فهمیدی؟ فهمم. با مرکز از پلیس حقیقی. ای ایستاد. نکنه ازت نپرانم. چی میگویی؟ گوش کن. تو فکر میکنی که ساخته بودن این رسم رو مگر اینها نمیفهمند؟ چی کار کنیم مونال؟ دیگرش دریده تیکه تیکه شد. یا خدایا گپ رو دراز نکن رفتی. چی کار میکنند اینها؟ پسرم مونالیزا غسل میکند؟ نمیدانم مونال، نمیدانم ولی از این کار بدم میآید. جناب هیچ تغییراتی نشد. نوشتجات نبرآمد. این آن رسم نیست. فهمیدند که این رسم ساخته است. رسمی که ما دزدیدیم دریده است. بیا رفته آن را بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوشتجات برآمد. رسمی که ما میجستیم همین است. چی است؟ با خدا مونالیزا زنده می شود. این نوشتجات چی است؟ هیچ چیزش رو نفهمیدم. این حرفا را تنها یک نفر خوانده میتواند. دانشمند امریکایی جان استیوارت. اینه. پگاه او برای یک سمینار به ترکیه می آید. دویم وظیفه‌ای که به شما میدیم. اینه. وای آدم رو به نزد من میارید. چی خیر؟ چی؟ تنها همین رو گفتن میخواهم که او در علم کیهانشناسی آدم مهم است. برای همین اجنت های مخفی امریکایی او رو حمایت میکنند. اجنت های مخفی امریکایی چی است وای؟ مثل فیسبوک؟ مانند همان. وظیفه این است. اینجا معلومات درباره آدمی که باید دستگیر کنید. بسم الله. درد سرمون شد. بله شد. مردک تو از این کار چیزی فهمیدی؟ مونالیزا را دزدید گفت دزدیده آوردیم. از مونالیزا تماما چیزی دیگری برآمد. حاضر باشد پروفسور را بیارین میگوید. یکی رود و از آن هم چیزی نبراید. با خدا اونال بران با ما چی داد و گریف میکرده باشد نمیدانم. هیچ چیز رو نفهمیدم. اگر فهمیده باشد خدا ما را زد. پیش راه کرد. رفته. یا خدایا این ماشین زهرا است کو؟
زهرا آمده است، در خانه است. کدام زهرا؟ در خیالت بتابه. ای اونال ماشین زهرا را دیدم، میگم چه خیال است؟ یا خدایا زهرا در خانه است. ای دیوانه، زهرا در خانه تو چیکار میکند؟ اونال در خانه است میگویم، آمده است، چی میدانم. هر دویمان را یک جا بینت خوب نمیشود. تو به خانه ندارو میلش. یا خدایا تو مرا پیش کردن میخوایی؟ گوشتراز همه جا پر از پلیس است. یا خدایا در خانه من ایستاده نمیتوانی، رفته در ماشین خواب کن، یگان کاری دیگر کن. این دختر چرا آمده باشد؟ زهرا تو هم وقتی آمدنت رو یافتی. آی من خسته قهوه آماده کنم. احمد جانم بسیار دوست می‌دارد. نمیخواهم خستگی رو احساس کند. اگر قهوه آماده کرده تو رو نوشد، بعد ببین اون پیوله رو با لیلیچه‌اش چه خیلی میخورانم او رو. زهرا جانم، تو اینجا چیکار میکنی؟ خوش آمدی. شوکت نیست؟ پیشش کردم. خوب کردی. تو چرا آمدی؟ چی شد جناب؟ ناراحت شدی چی؟ یگان کس را انتظار بدید. در کجا بودی تا این دم؟ زود به من جواب ده. نه از برای خدا کنی ایست. یا خدایا، اوهو چی گپ شد است اینجا؟ در خانه جنگ شد، این چه حال است؟ با تو چی؟ چیزی که شده باشد شد. به سوال من جواب بده. در کجا بودی؟ کار داشتم. کار داشتی؟ در این وقت شب؟ ساعت چند شد از خودت میدانی؟ نمیدونم. ساعت چند شد؟ کنی تلفنت؟ منه. با من تیته؟ بگیر. یا خدایا. شفقت کنعانی دیوانه. بیتول کی است؟ خواهرم. خواهرت تمام این می شود. میرزا اونال بوی از نه اونالم صحبت میکنی؟ چه علاقه دارد جانم؟ در دنیا تنها یزنه تو اونال نام دارد. اونال در مکتب ما معلم است، استاد است. اوه ملیس، تو در اینجا چیکار میکنی؟ احمد جان این عجینه را از خانه پیش کن. تنها نشسته قهوه می نوشیم. چی؟ اگر از آن قهوه یک قطره نوشی میکشم تو را. اینجا چی گپ است؟ از آن قهوه نمی نوشی زیا. دمت رو گیر. احمد جان قهوه رو بگیری جانم. ای ملیس، زهرا از برای خدا جواب دهید، اینجا چی گپ است؟ میفهمونم جانم. ملیس شنلی در استانبول است. او حاضر حقیقت های رو که میشنود زندگیش رو تغییر میدهد. چی گفته ایستاده؟ زیا جان میگویم یوری تاجیلی رو زنگ زدیم. چی؟ شاید یوری اولی لازم می آید از هوش رود، شاید بمیره. زنگ میزنیم جانم، زنگ میزنیم، چون که کمی بعد چیزهایی میشنوی که دیوانه میشوی. ای دخترها چی گپ است اینجا؟ از برای خدا کنی گویی؟ احمد جان مرا دوست میداری یا اینکه زهرا رو؟ البته که مرا دوست میدارد. این چه خیلی سوال است؟ احمد جان جواب ده، مرا دوست میداری یا زهرا رو؟ زیا جان کی رو دوست میداری؟ بگو شنود. تو از قفای آنها باش. نمیخواهم که زهرا با او یک جای باشد. شما پروا نکنید امک اکرم جانم. من کاری میکنم که آنها خانه‌دار نمیشوند. چی خیل خانه‌دار؟ زهرا و کلتکیلس اصلا خانه‌دار نمیشوند. اصلا. حق هستید امکی اکرم جانم، حق هستید. کلتکیلس با زهرا اصلا نزدیک نمیشود. از او همه چیز را انتظار شدن ممکن. اونال از پشت این آدم به محبس افتید. کافی نبود که باز از محبس گریخت. چی شد؟ در کافت کعبه است. آها، اکای اونال از محبس گریخت؟ وای ساختکار را از زهرا و آیله من دور کردن لازم. فهمیدی سمی؟ بله فهمیدم. فهمیدم امکی اکرم جانم. میلیس مرا ببخش، وقتی که حافظم رو از دست داده بودم بین من و تو چیز گذشته بود. یعنی در حسیاتم وای نبودم، وای یعنی حسیاتم دروغ نبود. اما البته که بعد حافظم دوباره برگشتن
من فهمیدم که در حقیقت نسبت زهرا در قلب و جانم عشق و محبت دارم و اون رو رد کردن نمیتوانم. احمد تو چی ها میگویی؟ یعنی اون وقتا خواستم با چیزی مشغول شوم و روبرویم تو برآمدی، اما یعنی بعد من فهمیدم که زهرا رو دوست می‌دارم، یعنی هیچ کار کردن نمی‌تونم. احمد تو چی ها گفته ایستاده‌ای؟ نمیفهمم. چی خیل حافظه، چی خیل زهرا، چی ها میگویی احمد؟ خودش چی گپ است؟ میلیس بین، ما این رو پیشتر هم با تو گپ زده بودیم، همین خیل نی؟ این خیل باشد چرا از بابایم نترسیده در یک شب 2 بار به اتاقم می آمد؟ جونم تو همه چیز رو خود تو فهمیده بودی. زیاد به اتاق تو نمی آمد، از بابایم ترسیده به اتاق تو می در اومد. نفهمیده چی ها میگویید شما؟ ای بس از آخر تو نفهمیدی. او گفت که مرا دوست می دارد. بیناموس برام در عوکنون ما رو آروم گذار. مرا ببخش میلیس، زهرا را دوست می‌دارم، یعنی تا آخری عمرم هم او را دوست خواهم داشت. خیر، کاری کرده از رو باش. جانم زیبایم، زود باش رو دیگر چی رو انتظار هستی؟ رو یکان کسی دیگر رو یافتن برای تو برای بی خصلت ها کار دشوار نیست فکر میکنم. تو میبینی زهرا؟ ایرا چه خدمت مرا با دیدی سیو؟ چه کار کردم زهرا؟ گفتم که تو را دوست میدارم. برای او سرود خونده ای؟ خوابش برده است؟ به اتاقش برده چرا او رو خاموش کرده ای؟ چه خیل حالا خواندم، از برای خدا تهمت است. پس چرا او چنین گفت؟ چه خیل به اتاقش بردم، حتی دست دراز نکردم. میفهمی زهرا؟ برای رشک کردن تو چنین گفته است. اوف، تو بیمار هستی. از راستی؟ از راستی؟ بیا جونم، من میدونم که تو همیشه مرا دوست میداری. با همه این جواب میدهی زهرا؟ مرا غمگین کردی، فکر میکنی خودت شاد بشوی. این دفعه به پیش پایم افتی تو رو نمیبخشم، تو رو نابود میکنم. حالا میبینی. خیر، اکنون مرا بخشیدی عزیزم. بله عزیزم. یعنی دیگر جدا نمیشویم؟ نمیشود. این خیل باشد یعنی با من زندگی میکنی؟ من با تو در هر کجایی که باشه زندگی میکنم زیاد. تو آنجا باشی کافی است. اینقدر زیاد دوست داشتنت را نمیدونستم زهرا. من هم. حاضر چی کار میکنیم؟ چی کاری که تو خواهی؟ زهرا، من از راستی بسیار دلگیر شدم. من تنها همراه تو در حیات خوشبخت شدن میخواهم. من هم. اما بابای تو خوشبخت شدن ما رو نمیخواهد، یک جای بودن ما رو نمیخواهد. بله، روز بزرگی عشق ما رو هم او میفهمد. البته جانم، چقدر آدمی اهلی فهم بودنی بابایت را وقتی که مرا خوراکی ماهی‌ها کردنی بود فهمیده بود. بیا گذشته رو به گذشته میگذاریم و آینده رو میسازیم. ملش هستم. یعنی این خیل باشد نقشه آینده همون را کشیم؟ چی خیل نقشه میکشیم؟ اگر خواهی بیا به درون رویم، در آنجا صحبت میکنیم درباره آینده.
کار کنی؟ یعنی به اتاق من رفته در آنجا نقشه های آینده‌مان رو میکشید. وای حاضر من باید به خانه روم. او ابله با بابایم در اینجا بودنی مرا میگوید زهرا وگرنه نقشه میکشیدیم. ایست یا خدایا زهرا. اوف نرم ایست آخه. رفتنم لازم. خیر میلش را تو بسید یا خدایا این احوال خانه را ببین و چه حال آوردن خانه را. یا خدای من دیوانه هستند اینها دیوانه. چی میگویی؟ کی هستی؟ خانه را افلاس کرده کو. تو اینجا چی کار میکنی؟ رو از اینجا برادر. چی کار کنم؟ در ماشین ناراحت شدم. یا خدایا منتظری برآمدن زهرا بودی؟ بله منتظر بودم. چی شد؟ برادر من خانه ندارم. به من چی برادر؟ کجا؟ یا خدایا دلم سوخت بسیار سوخت. جای زیست نداری ها؟ وای کار من رفته میخوابم. تو باشی اینجا باش. بعدن پگاه رفته آن پتویت است که هست در کدام مهمان خانه بودنش را میفهمی. خدایا چرا من میکردم این کار را؟ اونم من کار دارم. تو مگر کار داری؟ کار نداری. من استاد هستم برادر. به مکتب میروم با بچه ها درس میگویم. میفهمی یا نه؟ را با شاگردان درس بدادن تنها دوست میبراید. اوف اینقدر بسیار گپ میزنی ها تو. اوف تمام تنگه میپرتایم. کسی که مغلوب شد پگاه اون میرود. بیا پرتا کردی بینم. رقم یا نشان؟ رقم. نشان. مغلوب شدی. رفتی بچه. تقدیرم را ببین. گرسنه نشدم. یکان چیز خورم بعدن خواب میکنم. چی؟ همین میوه ها را بخور. یا خدای من نفهمیدم. وقت رو از دست نداده اونها رو باید خانه دار کنیم. به این هم اگر کمی دیر کنیم اما که اکرم کلتکیلس رو انیق میکشد. ای سمی خانه دار شوند میراث به میلیس میماند. باید زودتر کنیم. بعدن کی میکشد کشتن گیرد. با من چی جانم؟ تو هیچ پروا نکن. من یک نقشه عجایبات دارم. نقشه داری؟ آنها رو پگاه خانه دار میکنیم. چی؟ پگاه؟ چی خیل؟ با کمک اناین. ای سمی مرا نخند. اناین چی؟ تلفنی من انا با کمک این. چی خیل؟ دیکتافون است. فهمیدم و با من واگذار کن. شما پروا نکنید اما که اکرم جانم. من کاری میکنم که اونها خانه دار نمیشوند. چی خانه دار؟ زهرا و کلتکیلس اصلا خانه دار نمیشوند. اصلا. بله صحبت هایی که در این ثبت است چی خیلی که من میخواهم تغییر بدهی. و فکرم همه کلمه های در کاری امون هست. امیدوارم تو از عهده این میبری. پرابلم نیست. این هواپیمای امریکایی 3 ساعت تاخیر یعنی دیر میکرد است. من میروم. با هواپیما و تاخیر مانع چیکار داری؟ میهمان خانه را دانستن لازم. منتظر باش. ای بیشرف منتظر است گفتن آسان است. بیا خودت انتظار شم. من بردم از خونگی. و درون این خیل باشد. ای بیشرف با درون دستگیر میکنن. اوف اونال من وقتی با تو گپ زدن ندارم. حاضر باید به درس دارم فهما. اوف خیر. نه این طور نمیشود. من این را در اولین فرصت باید میکشتم.
خوبی تو؟ چه خیلی هستی؟ خوبم، تو چی؟ خوبم. اینجا چیکار میکنی؟ سلامتی طلبه رو دیدن اومدیم. با مکتب ما؟ بله. مایلش درس دارم. در تنفس در آشخانه با میخوریم نباشد. مایلش؟ مایلش اکا جون. خیلی. همش مثل خواستم شد. در حجت‌های پلیس حادثه ناخوش ثبت شده است. اکنون نسبت تو یک ذره احترام ندارم زهرا. از با پلیس شکایت کردن ترسیدی؟ من هم با پلیس شکایت میکنم. تو چی هم میگویی؟ همه حالتی صدمه رو پیشکی نقشه کشیده بودی. تو قصدن به ماشین من اومده زدی تو مرا بکشی. تو رو کاری میکنم که زهرا تا آخر عمرت فراموش نمیکنی. احمد به تو نه، به من میزیبد. این آدم را ما چه خیلی میدوزدیم؟ این خری ابله رو یک ارمه حمایه میکنه. садояш дилошуност саропо ҳунару истеъдоди фавқулода дорад қалбҳоро тасхир кардааст ало балои духтар чӣ дилрубои духтар ало балои духтар чӣ дилрубои духтар дилат ба ҷои дигар ҷавон асту дар такопӯи эҷод бобурҷон раҷабов сарояндаи нотакрор инак ду суруди беҳтаринашро баҳри мову шумо пешниҳод мекунад яке бо номи хола 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 духтаре дорӣ қурбонат шавум хола хола духтаре дорӣ қурбонат шавум ва дигаре бо номи боҷа боҷа шумо метавонед ин ду клипи ҷадидро аз тамоми нуқтаҳои диск фурӯшӣ дастрас намоед бобурҷон раҷабов аз замини қалб барои мо диёна пур мекунем ғамоя дур мекунем فرشته بود فقط بال و پر نداشت شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت یا داشت آگهی زی پرو بالی خشلک یا داشت آگهی زی پرو بالی خشلک میلی جدا شدن زی منو از پدر نداشت فقط بال و پر نداشت میلی جدا شدن زی منو از پدر نداشت فقط بال و پر نداشت زر یافتم بگاه جوان
شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش لیک، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش لیک. میلی جدا شدن ز منو از پدر نداشت، فقط بال و پر نداشت. میلی جدا شدن ز منو از پدر نداشت، فقط بال و پر نداشت.